پارلمان تاجیکستان بعد از بحث و بررسی‌های زیاد لایحه قانون درباره سنجش فعالیت صاحبکاران را قبول نکرد. این لایحه که به گفته مؤلفانش با هدف کاهش تعداد سنجش‌ها و نهادهای سنجشی تهیه شده است، در اجلاسی روز 28 اکتبر سوال‌های زیادی وکیلان را به میان آورده و برای بازبینی برگردانیده شد. سبب برای بازبینی برگردانیده شده لایحه مذکور این است که به نظر وکیلان پارلمان هنوز هم لایحه مذکور نتوانسته است برای فعالیت شفاف و آزاد صاحبکاری در کشور زمینه را فراهم کند. این در حالی است که مسئولین کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی میگویند در صورت قبول و اجرا شدن این لایحه شانه‌های بیزنس از برای گرانی تفتیشات و سنجش‌های بی اساس رها خواهد شد. حالا به گفته آنها فعالیت صاحبکاران را در تاجیکستان 137 نهاد دولتی تفتیش می‌کنند که چنین سنجش‌های پیاپی نه همه وقت به فایده دولت می‌انجامد، بلکه برعکس مانع رشد صاحبکاری در کشور می‌شود. قادر قاسم رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی ضمن معرفی این لایحه در اجلاسی پارلمان گفت تا امروز شماره سنجش‌ها نامعین بود و صاحبکاران عمدتاً از سنجش‌های تکراری و بی اساس نهادهای زیادی تفتیشاتی مقامات شکایت می‌کنند. در اکثر حالات همین تفتیشات‌های بی‌آخر باعث می‌شود که صاحبکاران از بیزنسشان دلسرد می‌شوند و کار را کناره می‌گذارند. طبق آمار رسمی در یک سال اخیر 18,000 صاحبکار در تاجیکستان فعالیت خود را قطع نمودند.